سلام بچه‌ها. این سر و وضع یه آدمیه که 2 هفته درگیر اسباب کشی خودش و خانوادهش بوده و هنوزم همونطور که دارید میبینید تموم نشده و در عین اسباب کشی این 2 هفته فکر و خیال ولش نکردن. گفتم طلسم ویدیو گرفتنم شکستش با یه سوال خیلی مهم از شما بچهای گل. همونطور که میبینید من ریشام هم نزدم، موهام هم مثلا خراب، اصلا یه وضع وحشتناکی هم، ولی اومدم یه ذره با هم حرف بزنیم و یه سوال خیلی مهم دارم ازتون و یه مشورت خیلی مهم میخوام ازتون. همونطور که میدونید من از آخرین ویدیوی گیمینگ و جی تی ای هم بالای 1 ساله که گذشته و توی 1 سال گذشته من شورت ویدیو ساختم و فیلم کوتاه ساختم و یه سری کارهای عجیب کردم و نصفش هم که دیگه جنگ شد و توی این 2 هفته خیلی با خودم فکر کردم. خیلی هم دلم برای گیم تنگ شده، نه فقط جی تی ای بلکه گیم. ولی از یه طرف خیلی دلم میخواد هم بتونم فیلم کوتاه بسازم، هم خیلی دلم میخواد بتونم چالش بگیرم، آشپزی بگیرم، آشپزخونه است اینجا، برم بیرون ولاگ بگیرم و نمیدونم چجوری باید بینش تعادل ایجاد کنم. اصلا میتونم تعادل ایجاد کنم؟ اسم قبلیم علی تاپیک، اسم جدیدم علیارا، نمیدونم همون علیارا رو نگه دارم برگردم علی تاپیک. اصلا دهنم داره سرویس میشه. یعنی اسمو بیایم همون علیارا بذاریم، خانوادم همون سیتو فامیلی بمونن به نظرم. ولی بیاین تو کامنت ها بنویسین دوست دارین که من هم جی تی ای بذارم در کنارش ماینکرافت و روبلاکس و گیم ترسناک و استریم و اینجور چیزا و در کنارش ولاگ و چالش و آشپزی و 1000 تا. همه اینا رو دوست دارم. مشکل از این سمت منه که من همه این چیزا رو دوست دارم و نمیدونم باید چیکار کنم حقیقتش رو بخواید. خلاصه این ویدیو خیلی کوتاهی بود از آپدیت خودم، چون نزدیک 2-3 هفته است نه روی این کانال نه این استام نه کانال جدیدم هیچ ویدیو نذاشتم. دوست داشتم که ازتون راهنمایی بپرسم، ازتون کمک بخوام. به هر حال شما این که دوست دارین از من ویدیو ببینین و بهم بگین دوست دارین چه ویدیوهایی رو ببینین. لطفاً نگید فقط جی تی ای، چون من روانی میشم. جی تی ای میذارم ولی در کنارش دوست دارم چیزای دیگه هم بذارم، کارهای مختلف بکنیم. اگه نظری هم راجع به خونه، اتاق نیست خونه است، سالن خونه است دارین چجوری بهترش کنم، هنوز فقط امروز اومدم سیستم رو وصل کردم، اینو چیدم همونطور که میبینید. بذارین نشونتون بدم. نصف وسایلم هنوز اینجا. پیشنهادات خودتون رو واقعا برام بنویسین، خیلی کمکم میکنین. اینجوری خیلی دوستتون دارم. نمیدونم دقیقاً کی شروع میکنم، احتمال داره اصلا از همین فردا ویدیو گرفتن رو با همین وضعیت شروع کنم. نمیدونم چی، واقعا نمیدونم. یعنی الانم برق میره تا برق نرفته من اینو ادیت کنم بذارم، همین الان قراره بذارمش. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. سیتو فامیلی تا ابد، تا ویدیوی بعدی. فعلا.